از مظاهره مسالمت آمیز زنان تا به خشونت کشیده شدن اعتراضشان از سوی طالبان، گرد همایی اعتراضی زنان کابل امروز با شلیک‌های طالبان برهم خورد. از پیشرفت حملات مقاومتگران تا کشیدن پای معاون نخست وزیر طالبان، افزایش حملات مقاومتگران پای معاون نخست وزیر طالبان را به پنشیر کشاند. از عدم حضور رهبر طالبان در میان مردم افغانستان تا تطبیق احکام شریعت بالای مسلمانان، ملا هیبت الله دستور داد که صحبت‌هایش مثل احکام شریعت یادداشت و عملی شود. از خاموشی مطلق در اسارت طالبان تا نخست دیدار با فرستاده آمریکا پس از خروج از افغانستان، عبدالله در نخستین دیدارش پس از خروج از افغانستان با فرستاده ویژه آمریکا گفتگو کرده است. و رئیس جمهوری پیشین کشور تاکید کرد که یگانه راه نجات افغانستان گفتمان ملی است. تیم اتحاد و همبستگی از زنان افغانستان صبح امروز در شهر کابل گرد هم آمده و اعتراض کردند. آنها میگویند که زنان از تمام ساختار سیاسی و اجتماعی حذف شده و 9 ماه می شود که از آموزش نیز محروم هستند. در این حال شمار از بانوان معترض به آماج میگویند که طالبان لحظات پس از گرد هماییشان دست به شلیک‌های هوایی زده و تلفن‌های شخصی برخی از معترضان را شکستند. طالبان تظاهرات ما را برهم زدن و دخترای ما را در گرو خود گرفتن. با گفته برخی از این بانوان، پس از شلیک‌های طالبان نمی‌دانند معترضان کجا رفتند و در چه شرایطی هستند. پیش از این و در رویدادهای مشابه دیگر نیز طالبان اعتراضات مدنی زنان و مردان را در کابل و ولایت‌های دیگر با توسل به زور و اسلحه برهم زدند. خبرگزاری دولتی باختر که از سوی طالبان مدیریت می شود اعلام کرده که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، روز گذشته 4 جوزا به ولایت پنجشیر سفر کرده است. بر اساس معلومات این خبرگزاری او با نیروها و مسئولان محلی طالبان در این ولایت دیدار کرده است، اما جزئیات بیشتری از این سفر ارائه نشده است. پیش از این نیز گزارش شد که چندین مقام بلندپایه طالبان به شمول ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان و برخی از فرماندهان نظامی این گروه از ولایت پنجشیر دیدار کرده است. این در حالی است که درگیری میان جنگجویان طالب و نیروهای جبهه مقاومت ملی در پنجشیر همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها طالبان با وجود بسیج نیروهایش به پنجشیر موفقیت نداشتند و جبهه مقاومت ملی ادعا دارد که به طالبان تلفات سنگینی وارد کرده است. طالبان پیام کتبی منسوب به ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه را منتشر کردند که در آن خواسته شده صحبت‌های او را مثل احکام شریعت یادداشت و عملی کنند. طالبان میگویند این توصیه‌ها در دیدار هیبت الله آخوندزاده با ولسوال‌ها و فرماندهان امنیه قندهار صادر شده است. ملا هیبت الله آخوندزاده در سال 2016 پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور در پی حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به عنوان رهبری طالبان معرفی شد و مقام فرماندهی و رهبری دینی این گروه را بر عهده گرفت. طالبان میگویند این توصیه‌ها در دیدار هیبت الله آخوندزاده با ولسوال‌ها و فرماندهان امنیه قندهار صادر شده است. رهبر طالبان آخرین بار 11 ثور در مسجد عیدگاهی ولایت قندهار حضور یافت، اما به نمازگزاران پشت گردانده و پیام تبریکی عید داد. توماس وست، فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان، با نشر توییت از دیدار خود پس از ماه‌ها با عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه خبر داد. آقای وست صبح امروز پنجشنبه 5 جوزا در توییت از طالبان مبنی بر این که با آقای عبدالله اجازه دادند با خانواده اش ملاقات کند و دوباره به افغانستان برگردد تمجید کرد. در توییت آقای وست اما نیامده است که با این مقام پیشین افغانستان در کجا ملاقات کرده است. عبدالله که بعد از سقوط حکومت پیشین افغانستان در 15 آگوست در کابل بود، به تاریخ 10 ثور از افغانستان خارج شد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله رئیس شورای عالی صلح افغانستان از جمله چهره‌های سیاسی اند که بعد از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین همچنان در کشور باقی ماندند. نماینده آمریکا در امور افغانستان گفته است که در ملاقات با عبدالله روی موضوعاتی که برای آینده افغانستان و روابط این کشور با جامعه جهانی مهم است بحث صورت گرفت. آقای وست افزود که روی نیاز برای یک روند سیاسی، تخطی‌های حقوق بشری، نقش ضروری زنان در جامعه، وضعیت بشری و تعهدات تروریسم در افغانستان نیز با آقای عبدالله صحبت کرد. این مقام آمریکایی گفته است که امیدوار است روند ملاقات‌هایش با سایر رهبران و متفکرین افغان در روزهای آینده ادامه یابد.
حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور گفته است که یگانه راه نجات افغانستان گفتمان ملی است. آقای کرزی ناوقت روز گذشته با نشر توییت های وقوع انفجارها در کابل و مزار شریف را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و آن را جنایت بشری عنوان کرده است. او افزوده است که این انفجارها در تضاد با تمام اصول و ارزش های انسانی و اسلامی است. حامد کرزی برای جلوگیری از دسیسه های بیگانگان و تأمین صلح و ثبات پایدار و سرتاسری در کشور بر تقویت اتحاد و اتفاق و آغاز گفتمان ملی تاکید کرده و آن را یگانه راه نجات کشور دانسته است. این در حالی است که در نتیجه 3 انفجار پیام در شهر مزار شریف و 1 انفجار در مسجد در کابل دست کم 20 کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند.